آقای کاتبر، اسم جادیه که الان از اون رد شدیم چیه؟ اصلا اسمی داره؟ درست نمیدونم. مردم به اون جاده درختان سیب میگن. در این فصل سال همیشه خیلی قشنگ. بد نیست، اما این کاش اسم قشنگتری براش میذاشتم. تازه قشنگم کافی نیست، از قشنگ خیلی قشنگتره. باید به این جاده رویایی میگفتم. من که از زیباییش ماتم برده بود. شما این حسو داری؟ فکر میکنم نه. من این حس تکون دادن تجربه کردم، مخصوصا وقتی چیز خیلی قشنگی میبینم. نباید این جاده زیبا رو فقط جاده درختان سیب میگفتم. من میدونم. آره آقای کاتبر، نظرتون راجع به جاده سفید نقره‌ای رویاها چیه ها؟ باید در مورد اون کمی فکر کنم. من باید به شما حقیقتی رو بگم.